یونیسف خزینه کودکان سازمان ملل در حسابات نوش که روز 6 میلیون سال 2024 تحت عنوان فقر غذایی کودکان، کمبودی غذا در دوران خردسالی نشر شد و حدود 100 کشور جهان را در بر میگیرد. نوشته است که در تاجیکستان بیش از 431,000 کودک تا سن 5 ساله، یعنی هر کودک سیوم، در شرایط فقر شدید غذایی زندگی میکنند. خطر در آینده به عذاب لاغری، یک حالت برای حیات خطرناک کم غذایی دچار شدن چنین کودکان به حساب یونیسف 50% بیشتر است. برای مقایسه به حساب میانه در جهان تقریبا 4 کودکان از فقر شدید غذایی رنج میبرند. در قرقیزستان همسایه شماره چنین کودکان 12%، در ازبکستان 11% و در ترکمنستان همگی 4% را تشکیل میداده است. بنا به گزارش خزینه کودکان سازمان ملل، در تاجیکستان 34% یا هر کودک سیوم تا سن 5 سالگی در شرایط فقر شدید غذا قرار دارد، یعنی از امکان استعمال غذای کامل و گوناگون برای رشد کامل در سن خردسالی و من بعد محروم می باشند. این نظر به نشان دهنده میانه جهانی بیشتر است. کودکانی که ازش گروه مشخص غذا تنها 2 نوش را استعمال می کنند، طفلان گرفتار فقر غذایی شمرده می شوند. ایری دیویویدی، معاون نماینده یونیسف در تاجیکستان، وضع کودکان خردسال تاجیک را نگران کننده نامید و خواستار اندیشیدن چاره‌های عاجل شد. او از جمله گفت یگان کودک نباید از حق دریافت غذای کامل محروم شود، ولی عامل‌های به مثل نابرابری افزاینده، مناقشه‌ها، بحران اقلیم و بالا رفتن نرخ محصولات یکجای با فراوانی غذای ناسالم، شیوه‌های زیان‌آور بازاریابی برای محصولات غذایی و تجربه نادرست غذادهی به کودکان، قریب 5 میلیون کودک را در تاجیکستان در سن خردسالی به ورطه فقر شدید غذایی انداخته، احتمال دچار شدن آنها به شکل‌های برای حیات خطرناک کم غذایی دچار شدن این کودکان را بالا میبرد و رشد و انکشاف مغز و عقل این طفلان را زیر تهدید قرار میدهد. یونیسف در این راستا به اندیشیدن چاره‌های عاجل جهت تغییر دادن نظام غذا، تندرستی و حمایت اجتماعی دعوت میکند تا که به کودکان امکان دسترسی به غذای کامل و گوناگون رنگ تامین گردیده، آنها امکان رشد و انکشاف و تحصیل پوره را به دست بیارند. مؤلفان گزارش می نویسند هرچند کشورها از جمله تاجیکستان همچنان از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمی کرونا ویروس رنج میبرند، عاقبت‌های نابرابری، مناقشه‌ها و بحران اقلیم به آن آورد که نرخ غذا و ارزش زندگی به سطح به طور بی‌سابقه بلند رسیده است. گفته می شود خانواده‌های زیاد امکان تامین کودکان خود با غذای کامل و گوناگون رنگ را ندارند. در بسیار کشورها به والدان غذاهای ارزان از حد زیاد کار کرده شده ناسالم را پیشنهاد می‌کنند و شماره به حد اضطراب‌آور زیاد کودکانی که در حالت فقر غذایی به سر میبرند مجبورند به جای غذای سالم و نیرومند چنین غذاهای ارزان و زیان‌آور را استعمال کنند. یونیسف به خاطر از بین بردن فقر غذایی کودکان از حکومت‌ها، سازمان‌های امدادرسان، جامعه شهروندی و تولید کنندگان غذا و نوشابه‌ها دعوت می‌کنند که به صورت عاجل دست به چنین اقدام‌ها بزنند. نظام غذایی باید چنان اصلاح کرده شود که غذای سالم و نیرومند و گوناگون و ارزان دسترس گردیده به غذای پسندیده کودکان خردسال تبدیل بیابند. نظام تندرستی برای پیشگیری و تبابت پیامدهای کم غذایی طفلان خردسال و مشورت دادن به والدان در مورد طرز نگاهبین و غذادهی استفاده شود. نهادهای حفظ اجتماعی برای حل مشکل فقر با کمک پرداخت یارانه‌ها با پول نقد، محصولات و واوچرها، با در نظر داشت احتیاجات کودکان آسیب پذیر و عائله‌های نیازمند غذا و محصولات غذایی دست به کار شوند.